سلام. امروز میخوایم با هم دیگه 2 کتاب دوست داشتنی آبی که الان اینجا برعکسه رو با هم دیگه بررسی کنیم که به نظر من یه خورده های شبیه همن. خب این 2 کتاب که حالا من اینجا هم میذارم نقشه هایی برای گم شدن هست از نشر دوست داشتنی اطراف و یه کتابی که حالا تا جایی که من میدونم تازگی ها اومده به بازار، چاپ اولشه. البته اون موقعی که خریدم اولش بود، الان احتمال داره که به چاپ بعدی هم رسیده باشه. اسمش هست من ذهن آگاه هستم. حالا میخوایم ببینیم که این 2 چرا از نظر من شبیه هن. اولین شباهتشون اینه که خب این 2 بیا و این از همه چیز مهمتره. دومین چیز، حالا میخوام جدا جدا معرفی کنم. نقشه های برای گم شدن یک کتابی هستش. کلا این 2 داستانی و ادبیات داستانی و رمان نیستن. نقشه های برای گم شدن روایی هستن و اینکه روایتگری میکنه. حالا این توضیحی که داره کتاب میده یه خورده کتاب سختیه برای خوندن و ممکنه اوایلش خوب بود برای من، میانش سخت بود، حوصله سربر بود، خیلی کند پیش میرفت و اینکه باز دوباره حالا در انتهاش هم یه خورده جذاب شد. کلا کتاب سختیه، اینجوری نیستش که خیلی راحت بتونی باهاش ارتباط بگیری، اما چیزای زیادی داشت که میتونست تو رو کاری کنه که تو دوستش داشته باشی و یه سری از پاراگراف هاش، یه سری از حرفاش رو به خاطر بسپاری، انتشارش بدی، به بقیه معرفیش کنی. کلا نقشه های برای گم شدن کتابیه که میخواد بگه که برای پیدا شدن باید گم شد. اینکه حالا مثلا بچه ها با این گم شدن چطور برخورد میکنن، یه گریزی به انواع موسیقی زده. خلاصه که تجربه جذابیه. من یه چیزی هم نشونتون بدم. این کتاب نسخه چاپیشه دیگه، کاغذش. توی نسخه های ایپاب، یعنی اون نسخه‌ای که مثلا توی نرم افزار و اپلیکیشن تاقچه هستش، این صفحه های اولیه‌اش رو نداره. من اینو به شما نشون میدم، خیلی جذابه. کتاب رو که باز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم هستش و اینجاها آبیه، فقط همین چند صفحه اولش رنگی هست. نقشه‌های برای گم شدن نشر اطراف، نم که حالا شناسنامه کتابه. و اینجا باز حالا چون من با دوربین سلفی دارم میگیرم، برعکس براتون میخونم. هر چیزی ترک دارد و از همانجاست که نور به درون میتابد. لئونارد کوهن، اگه اشتباه نگم فامیلشون. بعد صفحه بعدی یه فهرست مانند هست که حالا این فهرستش هم خیلی جذابه. خوب شد که اینو من ورق زدم فراموشش نکنم. ببینید این کتاب خیلی تأکید عجیبی روی مفهوم و واژه آبی داره. این خیلی برای من جذابه. حدوداً تقریبا یه فصل در میون اسم اون فصل آبی دوردسته. یعنی اول فصل اولش، خب قسمت اولش که یادداشت مترجمه، بعد درها را باز کن، بعد آبی دوردست، حلقه های گل مینا، دوباره آبی دوردست، رها کن، دوباره آبی دوردست، 2 سر پیکان، آبی دوردست و خانه یک طبقه. کتابی که الان من در دست دارم 214 صفحه است که حالا
این قسمت آخرش منابع و یادداشت‌ها و واژه‌نامه‌شه. کلا برای خوندن 206 صفحه است و خب گفتم از نشر اطراف. نویسنده این کتاب ربکا سولنیت، ترجمه آقای نیما اشرفی. الان این کتاب چاپ الان که من خریدمش و دارم این ویدیو رو ضبط میکنم چاپ 18مشه. یه مسئله دیگه هم که هست، این نمیدونم شما یوتیوبر و اینستاگرامر عزیزی به اسم یلدا علایی نازنین رو میشناسید یا نه. یلدا جان یک شخصیت دوست داشتنیه که واقعا دنبال کردنش حس خوب داره. یه چالش کتابخوانی همگانی هم داره، یعنی با فالوورهاش هر از چندگاهی یه کتاب رو انتخاب میکنن، میخونن، بررسی میکنن، راجبش حرف میزنن. خیلی خیلی چیز جذابیه. یکی از کتابایی که با همین که خوندن این کتاب بود و من اونجا با این کتاب آشنا شدم. حالا اینو میخواستم بگم که این کتاب یه بخش دیگه هم داره علاوه بر این حالا فصلی که گفتم. توی کتاب اصلی، یعنی اون نسخه اصلی، یک سری تابلوها و نقاشی هایی رو هم بررسی میکنه که حالا این همون نقطه عطفیه که میخوام بگم به این کتاب بی خورده شبیه شده، اما توی کتاب نیست اون عکس ها. و حالا اینو بر همین یلدا جان رو معرفی کردم که خب یلدا با خود ناشر صحبت کرده که چرا اینطور هست، کاش که توی خود کتاب بود. چون میدونید که اول کتاب حالا کد QR کد اینجا آورده شده و گفته شده که به آثار هنری متعددی نویسنده اشاره میکنه و راجبش حرف میزنه که توی کتاب نیومده. حالا یلدا جان پرسیدن از انتشارات که گفتن که اگر قرار بود ما تابلوها و آثار هنری رو توی کتاب می آوردیم باید رنگی چاپ میشد که قابل فهم باشه، و وقتی هم که رنگی چاپ میشد هزینه کتاب یه خورده الکی میرفت بالا و خریدنش سخت‌تر میشد. به خاطر همین اومدن این کد QR کد رو گذاشتن. این کد رو شما اسکن کنید وارد سایت نشر اطراف میشید و اونجا همه توضیحات آثار هنری هست. اینو حتما یادتون باشه و چکش کنید. داستان‌های جذابی داره. حالا من پشت کتابم دیگه مثلا حالا یه مقداری توضیح میده راجع به کتابی که قرار بخونیم. معمولا ما میریم کتاب فروشی، کتاب رو برمی‌داریم سریع پشت جلدش رو می‌خونیم. نقشه هایی هستن برای گم شدن و گشت و گذار در سکوت خرابه های شهری، بیمارستان های متروک، موسیقی های سوا شده برای جاده های دور، شهر بازی های رها شده، خلوت وسوسه انگیز صحراها، خاطرات گنگ خانه کودکی، خواب‌های مکرر رازآلود. این کتاب خود تمرکز زیادی لازم داره به نظر من، البته که زیادم حرفه‌ای نیستم تو زمینه کتاب خوندن. یعنی مثلا ذهنتون شلوغه، کار و بار زیاد دارین و اینا، مثل ادبیات داستانی نیستش، زندگی واقعی نیستی و کلا تو جریان داستانی. اینو باید خیلی حواستون باشه که پرش ذهنی نداشته باشین. من یهو به خودم میومدم میدونم 3 صفحه خوندم و متوجهش نشدم، یه خورده تمرکز بالایی میخواد. حالا کتاب بعدی کتاب من ذهن آگاه هستم هست که باز از اینا باز این برعکس اینجا براتون میذارمش. این کتابم کتابیه که من عاشق بو کردنشم و اصلا اینو میذاشتم رو صورتم و میخوابیدم. خیلی این کتاب من قصد خریدنش نداشتم، دوستم میخواست بخره، منم خریدمش چون که خیلی برام مهم بود که چیزی که اون میخونم هم منم بخونم. من ذهن آگاه هستم. این کتاب فرانسویه، اسم نویسندش هست کریستوف آندره، ترجمه خانم محیا احمدی پور. 25 درس برای شاد زیستن و رهایی از اضطراب و افسردگی. خب این مشخصه که یک کتاب خودیاریه اگر اشتباه نگم لفظشو.
از این کتابایی که برای مدیتیشن، مراقبه، اینکه تو بتونی روی خودت کنترل داشته باشی، جهان و جهان بینی و زاویه دیدی که داری رو حالا اگر نواقص و ایراداتی داره بتونی اونا رو پیدا کنی، اصلاحش کنی که بتونی زندگی آرومتری رو داشته باشی. اینم کتاب خوبیه، ولی خب میدونید کلاً سلیقه من کتابای ادبیات داستانیه. اینجور کتابا رو یه خورده سخت می‌کنم، ولی در کل کتاب خوبی بود. حالا من پشت جلد خیلی یه مقدار طولانیه، حوصله‌تون ممکنه سر بره، ولی میخونم حالا دیگه. بزنید جلو اگه دوست نداشتید. والا تکنولوژی پیشرفت کرده. ذهن آگاهی یکی از شیوه‌های مراقبه توی پرانتز مدیتیشن است که به کاهش استرس، شک، اضطراب، پرخاش و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کمک می‌کند. کریستوف آندره، روانشناس و تراپیست فرانسوی، از روش ذهن آگاهی برای بهتر شدن زندگی مراجعان خود استفاده می‌کند. در این کتاب از تابلوهای نقاشی اینو داشته باشین، از تابلوهای نقاشی متعددی کمک گرفته شده که شما را در این مسیر همراهی می‌کنند. در نهایت خود ما باید وارد عمل بشویم و توصیه‌ها و تمرین‌هایی را که در طول کتاب آمدن شخصاً تجربه کنیم. آنها را بفهمیم و احساس کنیم. بارها و بارها تمرین کنیم. جز اینها هیچ رمز و راز دیگری برای ذهن آگاهی وجود ندارد. اشاره به تابلوها و آثار هنری، چیزی که این دوتا کتاب رو به هم دیگه شبیه میکنن. ببینید اول هر فصل تابلوهای آورده شده که خیلی جذابه. حالا یه مسئله دیگه هم که هست، این اول تابلو رو میاره، بعد راجع به جزئیاتی که توی این اثر هنری هست یکی دو صفحه توضیح میده. بعد اینو ربطش میده. مثلا این فصل راجع به افسردگیه، میاد راجع به جزئی، یعنی ببین میاد نورپردازی تابلو، جزئیاتی که توی تابلو هست، این که مثلا اینا رو میاد ربط میده به موضوع فصلی که داره میخواد پی بگیره و صحبت کنه راجع بهش، و این به شدت برای من جذاب بود. خیلی یعنی یه جوری بود که من اصلا انگار توی فضای خلسه خلأ خیلی دیوونه کننده که اصلا انقدر رو من اثر گذاشته بود که میخواستم برم همه گالریای جهان، همه نقاشی ها رو بررسی کنم، راجبش قصه. خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این کار. منتها یه چیزی که میخواستم توضیح بدم که حالا نشر اطراف انجامش نداده بود به خاطر هزینه های زیاد، نشر شمدونی که فکر کنم یه انتشارات نوعی هم باشه، من ندیده بودم این اسمو، اومده اینا رو سیاه‌سفید چاپ کرده، کیفیتش پایینه، سیاه‌سفیده، یه سری چیزا رو اصلا نمیفهمی چون سیاه‌سفیده، توی عکس اصلا نمیبینیشون. اما اینا رو آورده مثلا این تابلو برای این فصله با این موضوع که ما اینو بفهمیم. بعد اومده تهش، حالا درسته که همون کاغذیه و گلاسه نیست که یه خورده کیفیت بره بالا، فکر میکنم به خاطر همون هزینه هاش هم باشه، اما اومده یه 10 صفحه آخر رو بذارید اینجا 10 صفحه آخر رنگی کار کرده. همه اون تابلوهایی که توی اوایل فصل اومده بعد اشاره هم میکنه، مثلا این پرچم هایی به شکل ماهی کبود در کیوتو، صفحه 25. تو اینو میای نگاه میکنی، جزئیاتش از تا صفحه های رنگی بررسی میکنی، بعد میری همون صفحه 25 یا اینا رو نگاه میکنی، متوجه میشی. خیلی اتفاق جذابی بود. من واقعا با این کاری که اینجا بود و انجام شده خیلی لذت بردم. این سقوط ایکاروس، این تابلو، حالا من اینجا میذارم عکسش، این تابلو سقوط ایکاروسه، صفحه 160. نمیدونم این خیلی منو جذب کرد. مثلا یکی از تابلوها رو بگم بهتون: حضورتان را در جهان هستی حفظ کنید.
به نظر همه چیز عادی است. مرد روستایی زمین را شخم می‌زند، چوپان مراقب گوسفندان است و در عین حال وقت گذرانی هم می‌کند. ماهیگیر منتظر است که ماهی به قلابش گیر کند. کشتی‌ها روی آب در حرکت هستند. آن دوردست‌ها، خلیجی کوچک، جزیره‌ها و اسکله‌ها به چشم می‌خورند. هر چیزی سر جای خودش است به جز چوپان محو تماشای چه چیزی است؟ مردی بالدار بر فراز آسمان. او ددالوس است که در هوا معلق. حالا اینجا اومده یه پاورقی آورده که این یک افسانه یونانیه، اینو توضیح داده. ددالوس در اساطیر یونانی مخترعی نابغه و بلند آواز است. کسی که پس از ساختن زندانی به شکل برای شاه مینوس خود به همراه پسرش ایکاروس محبوس این هزار تو شد و سرانجام برای فرار به ساختن بالهای پرنده روی آورد. بالهایی که قطعاتشان با موم به هم چسبیده بود. او و پسرش موفق به فرار می شوند، اما پسرش اسیر طمع می شود و تا نزدیکی خورشید بال می زند و حرارت خورشید بالهایش را آب می کند و به دریا سقوط می کند. آقای پیتر بروگل توی سالهای بین 1525 تا 1569 اومده این تابلو رو کشیده بر اساس این افسانه و حالا کتاب داره به این تابلو اشاره میکنه. این یه پاورقی بود. حالا داره میگه که ددالوس است که در هوا معلقه و این چوپانه محو تماشای اونه. سرش رو به سمت راست تابلو چرخانده است، گویی به دنبال چیزی یا کسی میگردد. اون ددالوسی که بر فراز آسمان ها در پروازه سرش رو به سمت راست چرخونده و داره دنبال چیزی میگرده. ددالوس همچنان در حال پرواز است، اما از طرفی هم احتیاط میکند که نزدیک خورشید نشود. او به تازگی متوجه شده است که پسرش ایکاروس دیگر در کنارش نیست. بر آسمان به دنبال او میگردد، گویی شاهد آرامش پیش از طوفان هستیم. ما نیز در این جستجو با او همراه میشویم. هیچ چیز جز نور خیره کننده و سوزان خورشید در آسمان مشخص نیست. شاید باید کمی پایین‌تر بیاییم. بله، اینجاست. پای ایکاروس بیچاره را ببینید که هنوز میان امواج غوطه‌ور است. البته این نه تو نسخه سیاه‌سفیدش نه تو رنگیش زیاد دقیق مشخص نبود. من خیلی داشتم دنبال پای این بنده خدا، ولی خب این توضیحات داره میگه دیگه. او خواهد مرد، غرق شده است. پس از سقوط اجزایش متلاشی شده‌اند. دیگر همه چیز برای او تمام شده است. اما برای سایر انسان‌ها زندگی هنوز ادامه دارد. زندگی همچنان در جریان است و طبق آنچه بروگل تصویر کشیده همه چیز، بروگل همین نقاش اثر هستش، همه چیز درست مثل قبل است. یعنی چوپانه داره چوپانیشو میکنه، کشاورزه داره کشاورزیشو میکنه، قایقرانو مشغول کار خودشونن، همه چیز درست مثل قبل است. هیچ کس به مرگ ایکاروس توجهی ندارد، نه مرد روستایی، نه چوپان و نه ماهیگیر، با وجود آنکه در یک قدمیشان این اتفاق افتاده که اتفاق معمولی هم نیست که یکی بال مومی درست کنه و پرواز کنه. آیا مرگ این فرد سرشناس با دیگران تفاوتی دارد؟ هر روز در هر گوشه و کناری مردگان بیچاره یکی پس از دیگری از دنیا رفتند و زمین همواره به چرخیدن خود ادامه می‌دهد. آیا این رسوایی است؟ خیر، فقط یک اتفاق است. آب اندکی مواج و تفالود شده است و زمین همواره در حال چرخیدن است. شاید این یک فرصت محسوب شود. اگر با هر فاجعه‌ای که برای ما رخ می‌دهد جهان نیز فرو بپاشد، چه فایده‌ای برای ما دارد؟ حالا یه جورایی اومده اینجا نتیجه گیری کرده که این هم یکی از گفته‌های بوداست. میاد دیگه صحبت میکنه که مثلا در ناملایمات زندگی دنیا رو از دست نده، آگاهی داشته باش و گریه کن، تسلی کن. خیلی خوبه خوندنش. یعنی اینجوری نیستش که تو وقتی اینو میبندی و تموم میشه بگی این چی بود من خوندم. یعنی
لحظاتی رو داره برای تو که لذت برده باشی ازش. هم من ذهن آگاه هستم، هم نقشه هایی برای گم شدن. ببین این به چاپ 18 هم رسیده، یعنی چقدر ازش خوندن و استفاده کرد. نشر اطراف این کتاب الان که من دارم چون میخوای بلند میشی میبینی اصلا همه چیز تغییر کرده. 45,000 تومنه. این کتابم اون موقع که من 2-3 ماه پیش خریدم 70 تومن بود. یه نکته دیگه راجع به من ذهن آگاه هستم رو فراموش کردم بهتون بگم. این کتاب خود اصلش یعنی نسخه فرانسویش یک CD نسخه صوتی هم داره که این چیزی که تو کتاب نوشته نیستا. نسخه صوتیش مدیتیشنه. تا حالا مدیتیشن انجام دادین؟ مثلا اینجوریه که میگه که مثلا محیط آروم کنین و بشین راحت بشین، بعد چشماتون رو ببندین، به این چیزی که خود اون صوت داره میگه فکر کنین که یه آگاهی از درون و به دست آوردن آرامش ما پیدا کنیم. حالا باز راجع به مدیتیشن بیشتر میتونید سرچ کنید، گوش بدید. یه چیزی که اتفاق افتاده اینه که با این کتاب اون CD ارائه نشده. نشر شمدونی اومده اون صوت رو ترجمه کرده با در نظر گرفتن همه جزئیاتش، همه حتی اشاره شده که حتی سکوت هایی که توی اون نسخه اصلی CD بوده رو هم رعایت کردن و اون رو ترجمه کرده به زبان فارسی با گویش یک گوینده خیلی خوب. این رو صوتیش کردن توی اپلیکیشن تاقچه که یک نرم افزار کتابخانه که هم کتاب‌های صوتی داره هم کتاب‌های ایپاب فکر می‌کنم. آره منتشر شده. منتها این الان 70 تومنه. اونم یه مبلغ دیگه داره، فکر کنم 25 تومنه، حالا شاید بالاتر هم رفته باشه. یعنی یه خود به نظر هزینهش زیاد میشه اگه اونم بخوایم. یعنی من پیش خودم میگم کاش مثلا یه هزینه برای این میدادیم اون دیگه مثلا رایگان میشه. حالا به هر حال هزینه های نشر رو صوتی کردن و اینها هم هست که، اما خب اون هم خالی از لطف نیست شنیدنش. در مورد همین کتابه، اصلا میرین میبینین عکس همین کتاب رو توی تاقچه هست، منتها محتویات این کتاب اصلا داخلش نیست. محتویات اون نسخه صوتیه فقط مدیتیشنه، این که شما هدفون میزنید یا یه جای ساکت هستین صدا رو بلند میکنین و یه حالت مدیتیشن رو انجام میدین. یه جورایی تمرینات این هست که میتونید برید توی تاقچه بررسیش کنید، نسخه آزمایشیش رو هم گوش بدید ببینید که باش ارتباط میگیرید یا نه، که بعد از خوندن این یا موازی با خوندن این اون رو هم گوش بدید و ازش بهره مند بشید. درآمدی بر مراقبه عشق و مهرورزی. ما موجوداتی هستیم که برای ادامه زندگی و رشد و شکوفایی به تغذیه عاطفی نیازمندیم. اما پرورش مهارت مهرورزی صرفاً این بود از معرفی این دوتا کتاب گوگولی مگولی قشنگ. مرسی که با من همراه بودید. بازم قراره ویدیوهای بیشتری در راه باشه. خیلی خوشحالم که این راهو شروع کردم و ممنونم که از انرژی های خوبتون دریغ نمی کنید برای من. ممنون که سابسکرایب میکنید، فالو میکنید، کامنت میذارید که خودتون بلدید، از بس که شنیدید بلدید. خیلی به من خوش گذشت این لحظاتی که داشتم این ویدیو رو ضبط میکردم، شاید باورتون نشه، اما ممنون. خدا نگهدار.